حضرت پیغمبر علیه السلام می فرماید من صلی العشاء بجماعت، کسی که نماز خفتن با جماعت خواند. اینا اگر خفه نمیشن من شما پرسان میکنم، هر کس که همین خفتن و دین خفتن و او خفتن دیگره با جماعت خواند دست راستش بالا کنه، ماشاءالله پس پایان کنید. خیلی ببینید یک. و بعد از اینکه نماز خفتن خواند وقت ضایع نکرده، این سریال چیه است، فیلم چیه است، تلویزیون چیه است، قطع بازی چیه است، قمار چیه است، دروغ چیه است، قصه چیه است، غیبت، چرا ما به این خاطر آمده؟ وقت ضایع نکنه، قرار کن، پای لوچ پای برهنه قرار استراحت شو. پیغمبر میگه صلی الله علیه و صلی الفجر بجماعت. چند نفر نماز صبح، این صبح دین صبح، او یک صبح نه دیگه، یعنی این صبح دین صبح، دین صبح، دین صبح. الله میبینه چند نفر جماعت صبح خوانده، یکیش خما بگوین الله اکبر. یعنی پیشتر که برادرایی که دست بالا کردن به نماز جماعت خفتن بیشتر بود از نماز صبح کردن. وقتی به نماز، چون ما راست خدا میگیم بالا کردیم، نفرای نماز صبح کمتر شد. یعنی از این که عالی میگم از این ثواب محروم میشه. چی میگه رسول الله علیه السلام؟ کسی نماز خفتن به جماعت خوانده، نماز صبح به جماعت خوانده، خواب کرده ای بین، باز عبادت نکرده، قرار خواب کرده. او که تهجد خوان است، نوش جانش، تهجد هم نخوانده، بامداد رفته به جماعت، قرار خواب بوده، گناهی لیکن نکرده، خواب کرده. رسول الله علیه السلام میگه فکأنما قام اللیل کله. این آدم همه شب را گویا که عبادت کرده. بگوین الله اکبر. این خوابت عبادت شد. کسی که اگر نان نخورد از گشنگی بمیره، خودکشی است، حرام است. نان خوردن تان فرض عین است، عبادت شد. نان میخورین به نیتی که عبادت کنی، این ثواب شد. خداوند ما شما را ثوابا محروم نگردانه.